نصر استاد دانشگاه و متخصص در حوزه علوم سیاسی، مطالعات خاورمیانه و تاریخ اسلام با تمرکز بر تشیع هستند. ایشان استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در گروه مطالعات پیشرفته بین الملل دانشگاه جانز هاپکینز هستند. ایشان در دانشگاه‌های متعددی از جمله MIT، هاروارد، استنفورد تحصیل و تحقیق کردند و در فکر میکنم دولت اول اوباما نقش مشاور رو هم در حوزه خاورمیانه داشتن. از کتاب‌های ایشان میتوان به استراتژی کلان ایران، یک تاریخ سیاسی، احیاء تشیع، چگونه تعارضات درون اسلام آینده را شکل میدهند و دموکراسی در ایران اشاره کرد. قبل از اینکه دکتر نصر شروع بکنن به صحبت کردن، ما در حد 1-2 دقیقه آیه دکتر صفدری که ترجمه های متفاوت، یعنی هر دو ترجمه کتاب اخیر دکتر نصر رو خوندن، یک صورت مسئله میکنن که این کتاب برای چه کسانی مفید هست و بعد در خدمت آیه دکتر نصر هست. بله، ممنونم. منم سلام عرض میکنم، هم خدمت همه دوستان، هم خدمت آقای دکتر نصر. خیلی واقعا باعث افتخار و خوشحالی امروز تو این جلسه خدمتشون هستیم. والا کتاب آخر ایشون خب دقیقا خیلی تایملیه، یعنی دقیقا وقتش همین الانه، وقتی که خب ذهن همه ایرانی ها درگیر اینه که چی شد که اینجوری شد، چی شد که به اینجا رسیدیم و درگیر جنگ شدیم و داره تلاش میکنه تا یه معنایی تو این لحظه پیدا کنه. کتاب دکتر نصر دقیقا این فرایند رو به نظر من نشون میده، از اول انقلاب شروع میکنه تا حتی 1-2 سال پیش رو هم داره پوشش میده، سیاست‌های جمهوری، سیاست‌های کلان خارجی جمهوری اسلامی رو، که اساساً چرا این المان‌ها و این مؤلفه‌های بنیادینی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌بینیم اینا از کجا اومدن، مثل ضد آمریکایی بودن از کجا داره میاد، محور مقاومت از کجا برمیاد. نقاط به نظر من، حالا خودشون قطعاً توضیح خواهند داد، اون نقاط مهم و کریتیکال پوینت ها، نقاط بحرانی که در اون نقاط مثل بحران گروگانگیری سفارت آمریکا اول انقلاب، بعدش دفاع مقدس، جنگ و بعدش حمله آمریکا به عراق، این 3-4 تا نقطه بحرانی رو تشخیص میدن، 3-4 تا نقطه‌ای که منجر به برآمدن جمهوری اسلامی میشه به این فرمی که الان میبینیم و این لحظه رو برای ما به بار میاره. از این جهت به نظر من اثر خیلی مهمیه و حالا وارد جزئیاتش میشیم. و حالا 2 تا هم ترجمه شده که من اگر وقت شد 2 تا ترجمه رو خیلی دقیق‌تر معرفی میکنم که چه کمیت و کیفیتی دارن. آقای دکتر نصر در خدمتتون هست. با سلام به تمامی دوستان و سپاس از دکتر صفدری، دکتر قجری و دکتر کاظمزاده، به خصوص برای زحمتی که کشیدن در باب ترجمه یکی از 2 تا ترجمه‌ای که بهش اشاره شد و همچنین برای اینکه دعوت کردن که من در این جلسه شرکت بکنم. مایه خوشنودیه که راجع به این کتاب صحبت بکنم. البته میدونم به خاطر این 2 جنگی که ایران درگیرش بوده و هنوز هم هست، مطالب این کتاب شاید یه شایق توجه بیشتری باشن. من فکر این کتاب برام مرتبه اول زمانی پیش آمد که چند سالی بود که درگیر این مناظرات تو واشنگتن همیشه بودیم که اصولاً منطق عملکرد سیاسی ایران چیست، و به نظر من همیشه می رسید که اصولاً یک کاستی اساسی هست در نحوهی که به خصوص پالیسی میکرها، یعنی اونایی که درگیر تعیین جهت عملکرد راجع به ایران هستند، درباره شناخت اینی که اصولاً فرایض سیاست خارجی ایران چیه، چرا یه نوع سیاست‌های به خصوصی رو اتخاذ میکنه و اصولاً چجوری میشه برآورد کرد که عملکرد ایران چیست. خیلی راحته که همیشه این عملکرد ایران انداخت به گردن اینی که یا دیکتاتوریه یا اصولاً مذهبیه یا این یه حکومت قرون وسطایی متعلق به قرن 7 میلادیه، و یا این لفظی که اینا ملان، the mullahs،
و یک کوچک کردن به اصطلاح بینش سیاسی در ایران، خب یه به اصطلاح منافع سیاسی داره جوری که شما دشمنتون رو تعریف میکنید، ولی در عمل باعث میشد که اصولا کاربران سیاسی درست نفهمند که اصولا چرا ایران یه سری تصمیم‌ها رو میگیره و اگر امریکا میخواد رو اونا تاثیر بذاره چجوری باید با اون تصمیم‌ها برخورد بکنه. و من فکر کنم در مرحله که ما الان هستیم این به خصوص خیلی مشخصه، یعنی طوری که به خصوص من میبینم در واشنگتن امریکا اصلا شوکه شده نسبت به نحوهی که ایران تونسته خودشو در این جنگ اداره بکنه، به نحوهی که از خودش یه نوع ابتکار عمل نشون داده در هم حیطه عملیات نظامی هم در عملیات راهبردی. نتیجه اون کوتاه‌بینی راجع به دشمنه در حقیقت. البته همزمان با این فکر می‌کنم در بیش از یک دهه گذشته مقدار زیادی مطلب در ایران درباره مناظرات راهبردی به خصوص برای اونایی که مصدر امور بودن نشر شده به صورت تاریخ شفاهی، خاطرات، مصاحبه‌های مختلف و مناظرات مختلف و این منابع مملو از اطلاعات فوق‌العاده جالب توجهن که کلاً اصولاً بحث‌های اساسی راهبردی در ایران چیست. یه جنبه مذهبی اون تو هست ولی مقدار زیادیش ربطی به مذهب یا ایدئولوژی نداره، بلکه به نظر من یه نوع جهانبینی، یه نوع روش فکری به خصوصی رو در جمهوری اسلامی نشون میداد که مقطعش برمیگرده به نظر من به یه شناخت از تاریخ ایران و نحوهی که روشنفکران انقلاب در چه چپ و چه مذهبی در دوران انقلاب این رو تبدیل کردن به یه سیاست خارجی که طول زمان به اصطلاح اصولاً تمام ساختار سیاسی ایران رو تعیین کرد. یعنی الان که نگاه میکنیم به عقب، این جمهوری اسلامی که ما میبینیم به نظر من ساخته و پرداخته این جهانبینیه، خیلی بیشتر از که ساخته و پرداخته مذهب باشه. بدون شک مذهب هست ولی ساختار جمهوری اسلامی به خصوص در این جنگ خیلی واضحه که ساخته و پرداخته یه نوع بینش راهبردیه و خیلی از منطق این بینش راهبردی، نحوهی که طول زمان متبلور شده، رشد کرده، به جهات مختلف رفته، اصولا توی این منابع خیلی مشخصه و من فکر کردم جالب توجهه که اصولا به یه صورت دیگری به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، یعنی نه از منظر سیاست داخلیش که راجب اون خیلی کار شده و اونم بسیار بسیار مهمه و کتاب من در حقیقت یه تاریخ جامع جمهوری اسلامی نیست، بلکه من فکر می‌کنم میتونه شاید یه اضافه‌ای بر اون باشه، یه کمکی، یه به اصطلاح بحث جدیدی باشه در تاریخ کلی جمهوری اسلامی، بلکه جمهوری اسلامی رو از یه منظر دیگری دید، از منظر نحوهی که خودشو در جهان دیده، خودشو روابطشو با امریکا تعریف کرده و اصولاً به نظر من مسئله استقلال ایران رو فهمیده و سعی کرده تعریف بکنه و ازش دفاع بکنه و بنابراین من تاکید تو این کتاب گذاشتم روی اینی که اصلا راهبرد کلی و کلان جمهوری اسلامی چیه، تأثیر سیاسیش روی ایران چی بوده و منبع تاریخیش چیه. و خب خیلی فلخص بگم اصولا جمهوری اسلامی به نظر من خودشو انقلاب ایران رو اولین به اصطلاح جنبش بزرگ استقلال ایران میدونه. یعنی قبل از اون حکومت پهلوی رو حکومت مستقلی نمیدونست، به خصوص بعد از کودتای 1332 چه روشنفکران چپ، چه روشنفکران مذهبی، چه رهبرای انقلاب از چپ و مذهبی حکومت شاه رو یه حکومت مستعمره میدونستن
و دوران رضا شاه هم به همون صورت که رضا شاه رو انگلیس آورد سر کار، بعدم راحت برش داشت، بنابراین ایران واقعا حکومت مستقل نداشت. و دوران قاجاری هم کلا ایران مستقل نبوده. یعنی جمهوری اسلامی و انقلاب ایران سوا از اینه که خودشونو یه انقلاب اسلامی میدونستن، اسلام رو به ایران آوردن، حکومت تازه آوردن، عدالت اجتماعی به نظر خودشون آوردن، مضافه بر اون یه مسئله اساسی که در بطن انقلاب بود این استقلال ایران بود. و کلا از اون زمان ایران درگیر حفظ اون استقلاله و این استقلال رو مقابل امریکا میخواد به دست بیاره. و به خصوص آیت الله خامنه ای، یعنی رهبر قبلی، بر این مسئله خیلی پافشاری میکرد. یعنی اصولا کلا بزرگترین چالش جمهوری اسلامی حفظ استقلالش مقابل امریکاست. مسئلهش توسعه نیست، مسئلهش عدالت اجتماعی نیست، مسئلهش دموکراسی نیست. تمام این مسائل از نظر اون مسائل ثانوی بودن و مسئله اساسی حفظ استقلال ایران مقابل امریکا بود. و این حفظ استقلال ایران مقابل امریکا به اصطلاح نظام داخلی ایران رو کم کم شکل داده و اصولا خیلی از مسائلی که ایران باهاش مواجهه، یعنی مسائل امنیتی، شکاف عمیق با بین جامعه و حکومت، فشار عظیم تحریم بر ایران، تضعیف اقتصاد ایران، اینا همش به اصطلاح هزینه است که ایران برای این راهبرد کلان داده. ولی خب به عقیده من فهمیدن منطق این راهبرد که به یه صورتی در سپاه پاسداران و در طبقه حاکمه ایران نهادینه شده و یه بخشی حتی از متفکران سیاسی در ایران و یه بخشی حتی از جامعه ایران که خودشون رو هسته سخت حمایت از نظام میدونن، این خواست حفظ استقلال ایران به یه صورتی نهادینه شده و به یه صورتی فکر میکنم در این مقطع بحث اساسی که حالا مقابل ایرانه واقعا مسئله این نیست که چگونه ایران باید استقلالش رو حفظ کنه، با چه هزینه و بر طبق چه روشی. ولی فهم به اصطلاح ریشه های تاریخی این نظریه، این بینشی که بر ایران مستولی بوده، فقط من از نظر آکادمیک، از نظر علمی قابل توجهه. و من فکر کنم حداقل یه بحث اساسی این کتاب این نیست که تاریخ جمهوری اسلامی رو نمیشه فهمید مگر اینکه این بعد اساسی رو بهش توجه کرد. یعنی مسائل جمهوری اسلامی فقط تنش بین دیکتاتورشیپ و دموکراسی، بین اسلام و سکولاریسم نیست. جمهوری اسلامی زاده و پرورده این تنش اساسی بین نحوه‌ای است که میخواد استقلال ایران رو حفظ بکنه مقابل هزینه‌ای است که این استقلال در بر داشته و اون ساختار نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که لازمه برای ادامه این راهبردی است که در چندین سال اخیر به دنبالش بوده. این به اصطلاح بینش کلی کتابه و خب من از منابع داخلی خارجی استفاده زیاد بردم با خیلی کاربران و افرادی که دستن در کار سیاستگذاری، چه مقابل ایران چه در داخل ایران، مقابل خارج بودن، تا جای ممکن صحبت کردم و سعی کردم اصولا یه نظریه جامعی رو ارائه بدم بدور از قضاوت‌های شخصی راجع به خوب و بد نظام، برای اینکه فکر می‌کنم قضاوت‌ها بدون شک خیلی مهمن ولی اونا بیشتر جنبه سیاسی دارن تا حلاجی تاریخی. اجازه بدید من اینجا بایستم و خیلی خوشحال میشم هم سوالا مدعوین رو بشنوم هم نظریاتشون رو. خیلی ممنون از
آقای دکتر بابت حالا معرفی کوتاه کتاب. دوستانی که سوال دارن میتونن از گزینه ریز هند استفاده کنن. فکر میکنم که علاوه بر کتاب احتمالاً چون کتاب یه جوری در هم تنیده شده با شرایطی که الان درش قرار داریم، میشه در مورد شرایط حال هم صحبت کرد. دوستانی که تمایل دارن میتونن از گزینه ریز هند استفاده کنن و حالا دوست خوبم آقای دکتر صفدری که کتاب رو خوندن میتونن شروع بکنن به سوال پرسیدن از آقای دکتر تا دفعات بعد هم شروع بکنن به یا سوالشون رو برای من فرستادن یا اینکه میتونن سوالشون رو بپرسن. آره دستشون برم بالا بس بشن. تایپ هم میتونید بکنید، حسین عزیز میخونه. و خب آقای دکتر، من اون چیزی که من فهمیدم از در واقع شما یک تاریخ تکاملی انگار از جمهوری اسلامی ایران، به یک معنی از ایران پسا 57 یک تاریخ تکاملی ارائه میدید که چجوری این تکامل پیدا کرد. یه دوره‌ایه که اولش با رهبری و زعامت آیه خمینی شروع میشه، بعد از امام منتقل میشه به مقام معظم رهبری، یعنی دولت سازی میکنه. اون چیزی که من در واقع مبهم بود برای من تو کتاب، الان توی ارائه شما من دیدم. شما الان تو ارائهتون خیلی تاکید داشتید که و واقعا تلاش کتاب هم همینه که یه صورتبندی رئالیستی و یه صورتبندی رئالیستی از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه ارائه بده. اما کتاب این یه آونگی، یه رفت و برگشتی هی داره بین این که جمهوری اسلامی یه جاهایی رئالیستیه، یه جاهایی ایدئولوژیک داره عمل میکنه. مثلا اون دوره اول که شما دارید راجع به بحران گروگانگیری صحبت میکنید، مشخصا بحران رو نسبت میدید به منطق ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، یعنی اینکه ایده های چپگرایانه خیلی چیز شده، خیلی جذابه برای مردم و برای همین جمهوری اسلامی برای اینکه این ایده های چپگرایانه رو به نفع خودش مصادره کنه میاد از چپ هم چپتر میشه. یعنی میاد یه دفعه‌ای چیزو میگیره، سفارت آمریکا رو میگیره که خیلی ضد امپریال به نظر برسه، انگار میخواد اون چپگرایی رو، و اینو کاملا ایدئولوژیک میفهمیدی و منم واقعا نمیتونم بفهمم که اصلا چجوری میشه صورتبندی رئالیستی از این ارائه. ولی بعد از جنگ که دوره رفسنجانی شروع میشه، کم کم وارد اون دوره میشیم که دیگه دنبال سازندگی، دنبال عادی سازی روابط بعد از جنگ. البته انگار یعنی تکلیف مشخص نیست، که یه جایی هم خودتونم میگید، یعنی به صراحت هم میگید که یعنی معلوم نیست که جمهوری اسلامی هویتش بالاخره ایدئولوژیکه، داره بر اساس ایدئولوژیش عمل میکنه یا نه رئالیستیه. ولی مشخصا مثلا بعد از جنگ عراق رو شما خب خیلی تاکید دارید که نه، از اینجا بعد دیگه منطقش خیلی مبتنی بر امنیت ملی میشه، یعنی دیگه اصلا ایدئولوژیک نیست بعد از جنگ عراق، یعنی میفهمه که بعد از عراق نوبت منه و من باید اون دفاع پیش دستانش پیش بگیرم. خلاصه الان سوال اینه که از نظر شما و حالا سیری که توی کتاب طی شده، ماهیت جمهوری اسلامی رو ما باید ایدئولوژیک بفهمیم یا رئالیستی، یعنی حکومتی که دنبال صدور انقلاب و ایدئولوژی، یا نه حکومتی که دنبال منافع ملی ایران هست؟ بسیار سوال خوبی آقای دکتر. اولا خب ببینین مقطع‌های مختلف جمهوری اسلامی رو اگه نگاه کنید، یعنی سوا بکنید از مقاطع دیگه، یه روندی پررنگتر از روند دیگره. یعنی به هر صورت ببینید یه سری مثل نهرهای مختلفی که به هم دیگه میپیوندن و یه رودخونه بزرگتری رو ایجاد میکنن. اولا تو کتابم من میگم یه بسیار روند اساسی اصولا خود تاریخ ایرانه و یه سری واقعیت‌های راجع به ایرانه. من تو کتابم میگم الانم خیلی مشخصه ایران مملکت تنهایی است. آره با این شروع میکنم. از نظر ادبی دکتر اسلامی دوشن اون کتابو داشت، ایران و تنهاییش، که البته این تنهایی دو به اصطلاح روی سکه است. از یه طرف یعنی که کشوری است که همتا نداره از نظر فرهنگی، تمدن، همه ایرانی‌ها این قاره به اصطلاح یکتاییشون هستن. از اون ور سکه تنهایی نیست که واقعا تنهاست، برای اینکه
توی یه منطقه است که مثل مناطق دیگه جهان نیست که به اصطلاح همه کشورها تنها، یعنی جمع یه سری کشور تنهاست. توی منطقه است که شما یه قبیله دارین به نام اعراب که اینا خودشون یه خانواده میدونن و فقط ایران و ترکیه از این سوان و اسرائیل، و ترکیه که تا دو دهه گذشته خودشو بیشتر اروپا میدونست، و بعد ایران شیعه است و توی منطقه که کلا خودشو سنی دونسته تا و میدونه تا به این مدت. البته تشیع و ایرانی بودن دلیل بقای ایران هم هست، یعنی به خصوص من میگم که صفویه تعمدن تشیع رو اتخاذ کردن و به زور ایران رو شیعه کردن، و در این حال هم شاهان صفوی اسم بچه هاشون رو اسمای ایران باستان میذاشتن. یعنی خوب فهمیدن که تنها جوری که ایران هضم حکومت عثمانی نخواهد شد و یا تیکه پاره نخواهد شد این است که از بقیه خاورمیانه ممیز بماند، یعنی جدا بماند. ولی خب این در این حال تنهاییش هم هست. این تنهایی در زمان صفویه بود، در زمان قاجاریه بود، در زمان پهلوی بود و در زمان جمهوری اسلامی هم هست. و تمام از دوران صفویه تا به حال خطر اصلی به ایران، خطر اصلی منطقه‌ای به ایران از جهان عرب آمده. یعنی ایران اصولا مرزهای شرقیش به طور کلی خطر اساسی برای ایران نبودن، مرزهای شمالیش بودن وقتی که روسیه و شوروی بود، ولی اون الان چند دهه هست از بین رفته. ولی جهان عرب از زمان عثمانی و قاجاری تا به الان برای ایران خطر بود و این عوض نشد. یعنی یه سری داده های به اصطلاح راهبردی تاریخی جغرافیایی اینجا هست. الان بحثی که سر تنگه هرمز میشه این روزا برمیگرده به دوران صفویه و فرض کنید و اهمیتی که حفظ موضع ایران در خلیج فارس حتی در اون زمان داشت. مسئله دومی نیست که ببینید یه انقلاب ایران زاده یه ایدئولوژی بود و اون ایدئولوژی خیلی نقش اساسی داشت در پیروزی انقلاب مقابل حکومت پهلوی. این ایدئولوژی یه بخش چپ داشت و یه بخش مذهبی داشت. این دوتا با هم در طول زمان حتی قبل از انقلاب تداعی کردن. یه مقدار زیادی از گفتمان چپ درباره عدالت اجتماعی و ضد امریکاییگری و ضد امپریالیسمگری وارد ایدئولوژی مذهبی شد و در ضمن خود آقای خمینی هم که سالهای سال در نجف زندگی کرده بود خیلی عقاید ضد اسرائیلی و طرفدار چپ اینا رو هم از جهان عرب جذب کرده بود و این به اصطلاح یه مقدار زیادی از گفتمان چپ در گفتمان مذهبی هم پررنگ بود. ایدئولوژی در سالهای اول انقلاب خیلی اهمیت زیاد داشت ولی به یه صورتی به اصطلاح پشتش این مسئله ملیگرایی و استقلال ایران هم بود، منتها خوب زیاد به اون صورت دیده نمیشد ولی بود. من کتاب با این شروع میکنم، این خاطرات دکتر کریم سنجابی در دانشگاه هاروارد که اون موقع رئیس جبهه ملی بود که البته رفت به پاریس قرارداد ترکمانچای با آقای خمینی امضا کرد به گفته همرزمانش، ولی رفت به پاریس که با آقای خمینی یه قراری رو امضا کنن که یه تفاهم ایجاد بشه بین جبهه ملی و جبهه مذهبی انقلاب، مبنا بر این که این توافق باشه که حکومت آینده ایران چه خواهد. آقای سنجابی وقتی میرفت اونجا پیش خودش فکر میکنه که دو تا اصل کافیه دیگه. یه اصل نیست که حکومت آینده ایران دموکراتیک باشه که این خواسته جبهه ملی بود. دوم اینه که حکومت آینده ایران اسلامی باشه که این خواسته به نظر اون خواسته آقای خمینی بود و میگه آقای خمینی با دست خط خودش توی بسا حاشیه این متن مینویسه و اینکه حکومت آینده ایران مستقل باشه، استقلال. یعنی براش این خیلی مسئله مهمی و به صورتی شاید آقای خمینی فکر میکرد که تنها
ایدئولوژی و تنها حکومتی که میتونه استقلال به ایران بده اسلامه. یعنی یه حالتی بود که اسلام لازمه به خاطر شریعت و به خاطر فرایض مذهبی، ولی اسلام لازمه برای اینکه تنها عقیده و تنها حکومتی است که میتونه ایران رو مستقل نگه داره. یعنی حکومت‌های سکولر بالمعال نمیتونن ایران رو مستقل نگه دارن. این بینشش بود و حتی تو کتابم نوشتم. یه خبرنگار پاکستانی که الان سناتور در پاکستان رفته بود تهران، از آقای خمینی میگه خب حالا چه فرقی بین حکومت شما و حکومت قبلی؟ میگه فرقی نیست که تمام تصمیم‌ها حالا در تهران گرفته میشه. نگفت حکومت من شرعی مذهبی حکومت خداست، گفت یعنی من مستقلی، مهمترین فرق من با شاه نیست که ما مستقلی. این فی‌البداهه اینو گفت. درسته؟ حالا این در این حال ممکنه مواقع طول روز بیشتر ایدئولوژیک فکر میکرد، مواقع طول روز بیشتر به این صورت فکر میکرد. ولی ببینید در این حال جمهوری اسلامی یا انقلاب ایران به اصطلاح توی مقطع زمانی هم کاملا به اصطلاح فسیل نشده است. تاریخ به پیش میره، حکومت ها، نهضت های سیاسی عوض میشن، یه سری فرایض اولیه دارن، مثل درختی که رشد میکنه شاخه های جدید ایجاد میکنه. این تجربه های مختلفی که باش مواجه میشن عوضشون میکنه، به جهات مختلف میفرستادشون. من تو کتاب میگم که جنگ ایران عراق شاید بیش از خود انقلاب جمهوری اسلامی رو شکل داد به جلو. این اون سالهای اول هست، ولی اون 8 سالی که ایران از جنگ گذشت و حالا من فکر کنم این روزام ما به این جنگ اخیر هم به همین صورت نگاه خواهیم کرد. این وقایع بزرگ تاریخی خب اون تجربه های اونام مهمه و جمهوری اسلامی رو به سمت دیگری فرستاد. و بعد الان که نگاه میکنیم بعد از 47 سال ایدئولوژی خیلی کمرنگتره الان تو گفتمان جمهوری اسلامی تا به اصطلاح مسئله استقلال و اون امریکا ستیزی که از اون استقلال پدیدار شد. یعنی الان که نگاه میکنیم میبینیم صحبت از جهاد و مسائل مذهبی زیاد پررنگ نیست تو گفتمان جمهوری اسلامی. مسئله از دفاعی از ایرانه، مسئله شکست دادن امریکاست. یعنی اون قسمتی از تفکر اولیه آقای خمینی که به اصطلاح پشت گفتمان مذهبی بود سال اول درست دیده نمیشد، الان خیلی پررنگتر شده. حتی گرفتن سفارت امریکا، خب درسته این جنبه ایدئولوژیک داشت، ولی بالمعال نتیجه‌ای که داشت، یعنی بیرون کردن امریکا از ایران، بستن سفارتش، دماغش رو به خاک مالیدن، مشخص کردن اینی که ایران جلو امریکا وایساده و دیگه از طریق واشنگتن کنترل نمیشه، اینام بود. یعنی تو فکر کنم وقتی آقای خمینی راجع به این فکر میکرد، به اصطلاح نتیجه گرفتن سفارت امریکا همه برمیگشت به اون خواسته جمهوری اسلامی که میگفت ما واقعا استقلال آوردیم به ایران. من فکر کنم این تا به امروز هم مونده. یعنی شما اگه توجه بکنین مثلا آقای ظریف فکر کنم 3 ماه 4 ماه پیش مصاحبه داشت با مجله فارن پالیسی، مصاحبه مجازی داشت، گفت حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی اولین حکومت در 200 سال تاریخ ایران که حقانیت مرزی و استقلال ایران رو حفظ کرده. خب البته درست از نظر تاریخی ما این حرف خیلی مسئله داره، چون من معتقد نیستم که این درسته، ولی بسیار روند فکری رو نشون میده که اولین مصاحبه که آقای خامنه‌ای کرد بعد از وقایع دیما، اولین حرفی که زد این است که امریکا برای 46 سال میخواد ایران رو دوباره مستعمره بکنه، سیاستش اینه و این فقط ترامپ نیست، این امریکاست. یعنی حتی این وقایع دیما رو از نقطه نظر این میدید که این باز یه نبرد دیگری در این جنگ بزرگ برای استقلال ایران. و این مسئله خیلی پررنگتر شده، خیلی واضحتر شده در طول 47 سال. ولی
ارمنی است که از اولم اونجا بود. ولی مسئله‌ای که برای خیلی کاربران سیاسی است در غرب این است که اینا هنوز انقلاب ایران رو از همون نقطه نظر سال 1357 ببینن. یعنی نقش ایدئولوژی رو خیلی پررنگتر میبینن تا این نوع بینشی رو که الان فکر میکنم خیلی مستولی‌تره بر ایران و بر سیاست گذاریش. این است که این مسئله استقلال ایرانه. تمام حقانیت جمهوری اسلامی، تمام به اصطلاح هزینه‌ای رو که مردم دادن، تمام زجری کشیدن اقتصادی سیاسی اینا از این نقطه نظر توجیه میشه. این یعنی چرا ایرانی الان تحت اینقدر فشارن از نظر اقتصادی؟ چرا این هزینه رو میدن؟ یعنی ازشون خواسته میشه این هزینه رو بدن. ازشون خواسته میشه این هزینه رو بدن که دفاع از استقلال ایران مقابل امریکا بکنن. نه اینی که فرض کنین به خاطر صرفاً ایدئولوژی. بنابراین ببینید جمهوری اسلامی به اصطلاح طول زمان عوض شده، بزرگ شده، رشد کرده، به جهات مختلف رفته، ولی این و در طول این تحول این به اصطلاح رگه اصلی، این ریسمان اصلی که اول اونجا بود به صورت حفظ استقلال ایران و اونم حفظ استقلال ایران مقابل امریکا پررنگتر شده. یعنی الان که ما نگاه میکنیم تنها حقانیتی که جمهوری اسلامی برای خودش قائله این است که از منافع ملی ایران و از حقانیت ملی ایران و از استقلال ایران دفاع کرده. چیز دیگری که نداره. این توسعه به عکس زمان شاه یا حکومت‌های دیگر دنیا، رقم جی دی پی که حقانیتش نیست، توسعه که حقانیتش نیست، اونجوری مذهب هم که حقانیتش نیست. حتی مسائل مثل حجاب اینا رو راحت وادن. تنها چیزی که مونده که جمهوری اسلامی معتقده که حقانیتش رو توجیه میکنه مسئله استقلال ایران. حالا سر این ایرانی‌ها میتونن خیلی بحث بکنن که آیا این درسته نیست، با چه هزینه‌ای، به چه صورتی، آیا روش درسته یا نیست، ولی خود به اصطلاح در بطن مسئله این الان تنها چیزی است که رو میزه. این حالا نمیدونم کسی دستش بالا هست، چون من نمی‌فهمم چیز من کنم. اگه بشه، چون من دارم سوالات رو میخونم، یه توضیح بدم. حالا به نظر من آقای دکتر نصر قراره که کارشون توضیح دادن روندی باشه که جمهوری اسلامی طی کرده. قرار نیست که جوابگوی این باشه که چرا جمهوری اسلامی این روند رو طی کرده. و حالا هم در دوره‌ای که داشتیم برنامه رو تبلیغ می‌کردیم این بود که مثلا چرا ایشون از جمهوری اسلامی انگار دفاع میکنن، و هم الان داخل بعضی از سوالات انگار قرار هست که دکتر نصر جوابگوی این باشن که حالا جمهوری اسلامی چرا به این مسیر رفته. کسی دستش بالا هست حسین جان؟ سوال اجازه بدید من اتفاقا این بله. نکته مهمیه شما میگید. آره. اصولا من فکر میکنم هر کسی صاحبه که نظر خودشو داشته باشه راجع به عملکرد جمهوری اسلامی، راجع به تاریخچه‌اش، راجع به وقایع داخلی، ولی فرقی که به نظر من کار علمی با نظریه سیاسی داره این است که کار علمی باید حلاجی بکنه که چرا یه اتفاقایی میفته و قضاوت بکنه روی دلایلی که اون اتفاقا میفته و ریشه‌هاش رو پیدا بکنه. ولی آیا اینی که سیاست‌های جمهوری اسلامی درست بوده، ایران به سمت درست برده، اینا همه میدونم قابل در مورد بحث هستن، ولی هدف من به عنوان یه پژوهشگر این نیست که به اصطلاح کار کاربران سیاسی رو انجام بدم یا قضاوت روی خوب و بد بکنم. مسئله این بود که حلاجی بکنیم که بفهمیم اصولاً منطق این حکومت چیست در این وهله و ریشه های اون منطق از کجا میاد. ولی خوب و بد اون منطق قابل قضاوت توسط هر کسی. آقای دکتر شما ابوطالب سوال داریم اگر بشه یه فالوآپ رو چیزی که خود دکتر گفت. اگه کسی دستش بالا هست که بیاد. بله دستشون بالا هست. اگه دستش بالا است بس کن. خب خانم دکتر سیاندوست
میتونن سوالشون رو بپرسن. سلام، خیلی ممنون، مرسی. من دون هستم متاسفانه دور گوش نگه. خیلی خوشحالم میبینمتون های دکتر نصر. خیلی ممنونم، استفاده کردم از کتابتون. سوال من اینه که در این دوره که شما تحقیق کردین، به نظرتون مرحله یا نقطه‌ای بودش که جمهوری اسلامی میتونست در واقع اون استقلالی رو که شما میگین خب مشخصا براش مهم اهمیت داره و در نقاط مختلف هم رهبرش هم کسان دیگه ارائه یعنی گفتن، بیان کردن که این استقلال رو نگه داره، ولی نه با قیمت این که فقط با قیمت سرکوب مردم خودش بیاد و در واقع بتونه اون استقلال نگه داره ولی روابطی رو درست بکنه که به بهبود وضعیت برای ایران و اقتصاد ایران، سیاست ایران و مردم ایران باشه. میدونم که خب بعد از حمله آمریکا به عراق اون موقع با جمهوریت ریاست خاتمی اینا یه آفری کردن به آمریکا که اون موقع کاندولیزا رایس و اینا اصلا حتی اهمیت ندارن که در واقع اینو نگاه بکنن، ولی واقعا این امکان وجود داشته برای ایران، برای جمهوری اسلامی، یا فکر میکنیم به خاطر اینکه کلا جمهوری اسلامی بوده این دو چیز هیچ وقت نمیتونستن توی با هم دیگه موجود باشن، هم استقلال هم روابط خوب برای بهبود برای ایران و مردمانش؟ خیلی ممنون، مرسی. خیلی متشکر، خیلی خوشحالم شما رو هم میبینم دورا دور. سوال خیلی خوبی. اولا توی کتاب من نشون دادم که در مقاطع مختلف تاریخ ایران رهبران ایران به صور دیگری هم استقلال ایران رو دیدن. مثلا به نظر من رضا شاه به عکس اونچه که جمهوری اسلامی میگه اصولا اونم یه راهبرد کلان برای بقا و استقلال ایران داشت که مبتنی بر نه فقط تمامیت ارضی بود بلکه ساختن نهادهای ملی از بهداشت، دانشگاه، به اصطلاح تعلیم و تربیت، ارتش، پلیس، ژاندارمری، بیوروکراسی، تمام اینا بود و اصولا من فکر می‌کنم ایران به صورتی که به صورت مدرنی که وجود داره واقعا زاده و پرورده دوران رضا شاهه. شاه پهلوی دوم هم یه اصولا به نظر من آدم فوق‌العاده ملی‌گرایی بود و نظرش این بود که استقلال ایران به دو چیز احتیاج داره و من تو کتاب گفتم. یکی این است که چون بزرگترین خطر برای ایران شوروی بود، چون بالاخره هر کسی زاده و پرورده دوران خودشه. شاه وقتی پادشاه شد 20 سالش بود، ایران اشغال شده بود، شوروی از شمال ایران بیرون نمیرفت و استقلال ایران به دو چیز احتیاج داره. یکی نزدیکی با امریکا و کنترل امریکاست، برای که امریکا رو نگه دارین به عنوان عامل حافظ استقلال ایران مقابل شوروی، و دوم توسعه اقتصادی، یعنی ایران ثروتمند میتونه ایران مستقل باشه. البته دوران خیلی قره شد و لازم دید که یعنی دیکتاتوری رو لازم میدید برای رسیدن به این خواسته ها، ولی یه تئوری کاملا جداگانه‌ای داشت از اینی که ایران چجوری استقلالش رو حفظ میکنه. و حتی بحث من راجع به 1332 این است که ما همیشه مسئله دکتر مصدق رو اینجوری میبینیم که این دیکتاتورشیپ مقابل دموکراسی بوده یا مثلا مصدق آزادیخواه بوده، شاه مستعمره امریکا بوده. اینطور نبود. من میگم مسئله اصلی این بود که دکتر مصدق استقلال ایران رو بر این میشمرد که ایران باید مقابل امپریالیسم بجنگه و انگلیس رو از ایران بیرون کنه. شاه معتقد بود که بزرگترین خطر برای استقلال ایران شوروی نه انگلیس، و در افتادن با انگلیس و امریکا استقلال ایران رو در خطر میگذاره. مسئله ولی خب این نشون میده، حالا سوال از اینه که کدوم درست بوده، که در یه مقطع زمانی یکی از بزرگترین دعواهای تاریخی ایران این بود که دو تا رهبر مختلف استقلال ایران در چیز دیگری میدیدن. و البته جمهوری اسلامی در گفتمانش تمام اینا رو به صورتی پوشونده، به این صورت که این دوران پهلوی اصلا استقلال وجود نداشته، هیچ تئوری استقلالی وجود نداشته، و بعدم به یه صورتی گفتمانش دنباله گفتمان دکتر مصدقه، یعنی مخالفت با امپریالیسم حتی به هزینه
فشار و تحریم و غیره. به نظر من حتی تو کتاب میگم، یعنی جبهه پایداری اینا واقعا به اصطلاح خودشون رو میراث بدون اینکه قبول بکنن میراثخوار دوران مصدق میدونن و یعنی این حالتی که شما مقابله با امپریالیسم میکنی به هر هزینه. ولی حتی در دوران خود جمهوری اسلامی به نظر من افرادی مثل رفسنجانی، خاتمی و روحانی اینا داشتن سعی میکنن یه برداشت دیگری داشته باشن که حداقل ایران میتونه مستقل باشه ولی لازم نیست در جنگ با غرب با این هزینه باشه. ولی شکست خوردن، برای اینکه اساساً اون نظریه‌ای که بالاخره مستولی شد بر جمهوری اسلامی براش توسعه مسئله ثانوی بود و یه به اصطلاح استقلال رادیکال، اینجوری بگم استقلال رادیکال اولویت داشت. ببینید به نظر من آقای خمینی انقلاب ایران رو درست کرد ولی جمهوری اسلامی واقعا زاده و پرورده آقای خامنه ایه و آقای خامنه ای بینش فکری خودش خیلی بیشتر از اینکه مذهبی باشه ضد امپریالیسم بود. یعنی به اصطلاح ایشون زاده و پرورده اون جو سیاسی مستولی بر دهه 1340 و 1350 نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان سوم اون زمان بودن و یه اصولاً خیلی بیشتر به نظر من چگوارا بود تا به اصطلاح رهبر مذهبی به اون صورت، یعنی ساختار فکریش از اونجا می آمد و آخرش این جمهوری اسلامی که ما میبینیم بعد از 36 سال رهبری ایشون در به عنوان رهبر انقلاب به اصطلاح و تمام این نبردا با آقای رفسنجانی، خاتمی، روحانی در زمان ایشون شد. حالا اون یه دونه به اصطلاح نکته‌ای که شما میگین تماس گرفتن با امریکا و امریکا رد کرد، خب به اصطلاح نتیجهش سیاستی است که ایران در عراق اتخاذ کرد و دفاع پیش روی رو که تو جهان عرب پیاده کرد. ولی اگه ایران تصمیم گرفته بود واقعا جهتش رو عوض بکنه، حالا نه در اون مقطع، در مقاطع دیگری میشد. منتها خب لازمش این بود که اول در داخل ایران یه نقطه نظر منسجمی پدیدار میشد که بگه ما میخوایم مثل چین در زمان دانگ شیاپینگ هم مستقل باشیم ولی هم کاپیتالیست باشیم، هم با امریکا رابطه داشته باشیم. ولی در ایران هر موقع شما یه نظریه کاملا به اصطلاح مستولی داشتی، اون نظریه نبرد با امریکا بود، نه نظریه اینی که ما چجوری میتونیم هم مستقل باشیم هم به اصطلاح یه آینده دیگری داشته باشیم. و نتیجهش این است که بالاخره ایران رو به این مقطع رسونده. یعنی مسئله دفاع از جمهوری اسلامی یا خوبت جمهوری اسلامی نیست، مسئله نیست که بفهمیم چرا به این مقطع رسیدیم، چه نوع تصمیم گیری های، چه نوع جهانبینی ایران رو به این مقطع رسونده. آقای دکتر، در راستای همون صحبت‌هایی که کردید و حالا اون شعار استقلالی که دادید، یکی گفتن که تعریف از استقلال برای جمهوری اسلامی چیه، که یه بخشش رو تو صحبتاتون گفتید و بخش دیگهش اینه که چرا جمهوری اسلامی استقلال رو فقط از غرب میخواد، چرا با شرقی‌ها انگار اون رابطه استقلال واسش اونقدر برقرار نیست و خیلی جاها باهاشون رابطه یک طرفه ای داره. ببین نکته خیلی جالب توجه. اولا هدف من به عنوان پژوهشگر مورخ تو این کتاب این نیست که به اصطلاح استقلال خودم تعریف بکنم یا بگم اصولا استقلال باید اینجوری تعریف بشه، بلکه مهم این نیست که بفهمین که اون طرفی رو که شما دارین مورد حلاجی قرار بدین، مورد بررسی، اونا چجوری استقلال میفهمن. جمهوری اسلامی از زمان آقای خمینی، به خصوص زمان آقای خامنه ای، استقلال رو در مقابل غرب فهمیدن. اولا یه ریشه های تاریخی در ایران نیست که ایران به اصطلاح از زمان قاجاریه به بعد توجهش یعنی خطر
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که به خودش میدید هیچ وقت از شرق نیامده بود، همیشه از غرب میامد. کمونیسم هم حتی به صورتی از غرب، یعنی زمان قاجاریه ایران مسئله با شرق نداشت، ایران مسئله با انگلیس و فرانسه و روسیه و اینا داشت. در زمان رضا شاه بزرگترین مسئله برای ایران انگلیس بود. زمان محمد رضا شاه درسته که محمد رضا شاه حواسش به روسیه بود، ولی محمد رضا شاه هم حتی به صورتی راجع به غرب فکر میکرد، راجع به فشارهایی که میامد، ولی طبقه روشنفکر در ایران، اونایی که تولید تفکر سیاسی میکردن در ایران، همه مخالف غرب بودن. از جلال آل احمد گرفته تا بیژن جزنی تا فداییان، مجاهدین، جبهه، یا همشون به اصطلاح مسئلهشون با غرب بود. تمام دانشجوانی که رفتن اروپا، کنفدراسیون دانشجویان ایران که بعدها اومدن و خب طیف سیاسی رو در ایران تشکیل دادن از دهه 50 به بعد، اینا خب تو دانشگاه غربی همه به اصطلاح اون ضد امپریالیسمی رو که توی جوامع فکری غرب بود، اینا رو همه جذب کرده بودن و بنابراین این خیلی به اصطلاح خیلی متبلور بود در جمهوری اسلامی بعد از اون. و هنوزم که هنوزه اصولا توجه حتی گفتمان داخل ایران همش متوجه غربه. این یه مسئله است که زاده تاریخه، یعنی جمهوری اسلامی این رو فقط تشدید کرده، رادیکالیزه کرده، سخت‌تر کرده، ولی جمهوری اسلامی این به توجه به غرب و حتی غرب ستیزی رو اختراع نکرد. این قبل از اون بود و این ریشه های خیلی عمیق‌تر روشنفکری و تاریخی در ایران داره که برمیگرده به دوران قاجار. ولی خب همچنین خانم سیامدوست گفتن لازم نبود که این به اصطلاح به این صورت رادیکالیزه مطرح میشد و این این تغییر جهت کی شد، چجوری شد و چه نوع به اصطلاح مخالفت ها یا مقاومت های مقابلش ایجاد شد ظرف 46 سال گذشته. این از نظر تاریخی جالب توجه، یعنی چیزی که مهمه من فکر می‌کنم برای من این نیست که یه انقلاب در ایران اتفاق افتاد 1357، حالا ما 1405یم، انگار هیچ نوع به تحول تاریخی، هیچ نوع بحث، مناظره در این 46 سال اتفاق نیفتاده. آقای زین العابدین میتونن سوالشون رو بپرسن. وقتتون بخیر باشه. من یه نکته بود حالا میخواستم طرح بکنم تو توضیحاتی هم که دادی به نظر من مطرح بود. اینه که یه مقدار انگار ما داریم حرف افراد رو اونطوری که میگن در نظر میگیریم و خیلی اون نگاه هرمنوتیکی، مشخصا به نظر من وقتی صحبت آقای خمینی رو در رابطه با استقلال میشنوم، بیشتر یک روحانی میبینم که داره سعی میکنه در یک رتوریک ضد استعماری یا یک پوشش در واقع با یک رتوریک استقلال اون ضدیت خودش با مدرنیته، با اون کامیونیکیشن مدرنی که داره تو جامعه میبینه، به هر حال داره موقعیت خودش، نهاد خودش رو یه خطری داره حس میکنه. انگار این رتوریک قراره اون رو پوشش بده. یا همونطور که حالا خودتون به درستی گفتین راجع به ظریف، گفتین اگه ظریف این رو نگه دیگه خب چی رو بگه؟ یعنی دیگه اگه نگه که ما استقلال خودمون رو داشتیم. برای همین حس میکنم خیلی وجه رئالیستی نداره. یعنی بسیاری از این اظهار نظرهایی که ما داریم میبینیم در یک مواجهه هرمنوتیکی اگر باش مواجه بشیم تو لحظه های مختلف نسبت به وضعیت های مختلف صرفا انگار اتخاذ شده و از اون لحظه گذر کردیم و از یه جایی بعد میشه گفت خیلی از مسئولینی که حالا در جمهوری اسلامی دیگه به قدرت میرسیدن، بالا میرفتن، در یک گفتمان از پیش تعیین شده انگار قرار میگرفتن. انگار وضعیت خیلی هم تدبیر مسائل به مثابه یک اینکه ما بشینیم یک گفتمان امنیت ملی رو بخوایم تدوین بکنیم، یا اینکه حتی مثلا آقای خمینی چیزی راجع به تاریخ ایران اونقدر بدونه. میدونید به نظر من خیلی واکنشی بوده. یعنی شاید اصلا اگه جنگ 8 سال پیش نمی اومد، اصلا همین رگه های ملیگرایی که داریم میبینیم که
دولت در ایران به هر حال ناچار بودی که رعایت بکنه در اون سالها. شاید اگه اون رخ نمیداد اصلا اینم پیش نمیومد. یعنی این فهم این گفتمان به عنوان یک همچین یه امر تأمل نشده ای شاید به نظر من یعنی این وجوهش رو هم میشه دید. به نظر من خیلی این توش پررنگ‌تره که انگار افراد خودشون تو اون موقعیت پیدا میکنن تو این نظم و دست به کنش میزنن. ببینید این نکته خیلی جالبیه. ببینید و منم باهاش خیلی مواجه بودم، ولی خب ببینید باید دید که این حلاجی که آدم داره میکنه باید براش شواهد هم داشته باشه و باید خیلی مواظب باشه که به اصطلاح یه نوع پیش قضاوتی رو روی اون قرار نده. ببینین اصولا نگاه کردن به جمهوری اسلامی در مقایسه با نگاه کردن به دوران پهلوی، دوران قاجار، دوران صفوی خیلی مشکل تره، برای اینکه یه بار خیلی سنگین قضاوت سیاسی در این مقطع زمانی هست. من نمیتونم به ضرس قاطع بگم که آقای خمینی سواد تاریخی نداشته و یا داشته. به نظر من اون سطح فلسفی رو که میدونم داشته و یه مقداری به اصطلاح تجربه های خیلی اساسی سیاسی هم داشته خودش از زمان که طلبه بود، زمان شورش علمای عراق علیه انگلیس، وارد شدن استعمار انگلیس به عراق تا دوران رضا شاه غیره و غیره، که به اصطلاح سواد تاریخی داشته یا نداشته. این یه پیش قضاوتی که ممکنه مبنا بر این بشه که چون ملاس یا من ازش بدم میاد بنابراین اینجوری ببینمش. اصولا یه مسئله خیلی ظریفیه. بفرمایید. من خواستم بگم منظورم این نبوده، یعنی منظورم این بوده که ما الان دانش تاریخی که داریم خب خیلی از منابع هست، خب طبعا ما خیلی از منابع فارسی در دسترس نبوده. ایشون هم که خب مثلا انگلیسی که خب حالا مسلط نبودن، خیلی هم میشه حد زد، حالا نه ایشون بلکه خیلی چهرهای دیگه‌ای که اصلا در جمهوری اسلامی به قدرت رسیدن و دکترین هایی رو تعریف میکردن، به نظر میرسه خیلی این یک امر تأمل شده از پیشین نبوده، به مرور شکل گرفته و اونم بالای درجه از آزمون و خطا. اینو از اون جهت میگم که مثلا فرض بکنید جمهوری اسلامی خیلی ضدیت شدیدی داره با اسرائیل، حالا فارغ از اینکه اصلا در راستای منافع ملیش هست نیست اصلا مهم نیست، ولی مثلا از اون طرف با مصر نمیتونه اون ارتباطی که باید رو میدونی، یعنی دست کم اگر دارید اون کار رو میکنین میتونید اون ضدیت با اسرائیل رو حداقل یه جوری دیگه نقدش بکنید، میدونید، یعنی شاید بشه منافعی رو با مثلا دولت مصر روابطی رو برقرار کنید که به نظر نه میرسه بدون که شک، نه بدون شک. یعنی ببینین اصولا حرفی که شما میزنین خیلی مهمه. یعنی خود جمهوری اسلامی به اصطلاح زاده یه مقطع زمانی به خصوص 1157 نیست، بلکه یه دستاندرکار، یه تصمیم گیر داره و طول زمان عوض میشه. حرفی که شما زدین که خود جنگ ایران عراق فوق العاده مهمه بدون شک هست. یعنی اگه جنگ ایران عراق نشده بود شاید تاریخ جمهوری اسلامی به صورت دیگری پیش میرفت. یا این مسئله ایران با اسرائیل در سال 1157 مثل الان نبود. حتی من تو کتابم نوشتم 2 سال اول جنگ ایران عراق ایران از اسرائیل تسلیحات نظامی میخرید. اسرائیلیا میخواستن دومین بزرگترین ارتش عرب رو در جنگ با ایران درگیر کنن. ایران هم تنها جایی که میتونست سلاح‌های اون چیزی که احتیاج داشت برای آماده سازی نیروهای نظامیش که اون موقع هنوز تکیه بر سلاح‌های امریکایی داشتن اسرائیل بود. حتی اولین اطلاعات راجع به پایگاه هسته‌ای عراق و ایران به اسرائیل داده بود در اون 2 سال. بعد خطشون با هم عوض میشه و از اون زمان به بعد به اصطلاح این مسئله ایران و اسرائیل یواش یواش یه شکل دیگری میگیره. ولی در مورد اون مسئله اولیه که گفتین که آیا آقای خمینی یا آقای ظریف واقعا باور به این دارن یا دارن همینجوری میگن، اون باید مبنا بر یه قضاوتی باشه. بالمعال در هر راستایی هر رهبری وقتی یک چیزی رو میگه آیا واقعا بهش باور داره یا به دلایلی میگه، یا اگه اون به دلایلی میگه اون دلایل چی هن و چرا مهمن. اینا همش جزء به اصطلاح اینا همش احتیاج به یه قضاوت داره در یه مرحله.
یعنی فکر می‌کنم ممکنه آقای خمینی در یه مقطعی واقعا اعتقاد به استقلال نداره، فقط میگه. ولی اگه فقط میگه به چه دلیل میگه؟ ولی همه اینا احتیاج به یه نوع شواهدی دارن و بعد بله این رو روی بله این قضاوت کرد. بله من فقط از این جهت گفتم که انگار ببخشید ضرورت داره یک خوانش هرمنوتیکی از اون دوره، یعنی بدون داشتن یک خوانش هرمنوتیکی و رفتن سراغ خود اون شخصیت ها، حالا خاطراتشون و غیره و اینا، انگار ببینیم به نظر واقعا من تشخیص دادنش خیلی سخته، چون انگار یک باعث ببخشید آقای زین العابدین، نه، اگر ولی من میشه میخوام اینو بگم گذر- که ببینید کنش توجه هرمنوتیکی خیلی مهمه، ولی بازم اونم باید پایه رو شواهد داشته باشه و اینا تبدیل میشه به اصطلاح یه قضاوت شخصی که من به طور اخص سعی کردم این کارو نکنم. یعنی من خودم هم میتونم یعنی یه نظریات شخصی داشته باشم که چرا آقای ظریف یا چرا آقای خمینی یه چیزی رو ممکنه گفتن، ولی اگر اون بینش من باید پایه داشته باشه روی یک شاهد تاریخی، وگرنه میشه فقط نظر من. بله. آقای دکتر یه مقدار در مورد مسائل اقتصادی سوال پرسیدن و گفتن که خب اگر قراره که یه رشنالیتی باشه و یه منطقی این رو توضیح بده، به نظرتون تا کجا اون منطق میتونه ادامه پیدا بکنه بدون اینکه به شرایط مردم و به اقتصاد مردم و حالا مردمی که داخل ایران هستن خیلی بهایی نده؟ تا چه ببین مقدار میتونه این هزینه رو یه جوری بپذیره که میتونه این هزینه رو انجام بده بدون اینکه به مردمش فکر بکنه؟ ببینین این البته من در کتابم گفتم هزینه ای که مردم ایران دادن و اقتصاد ایران دادن برای این راهبرد کلانی که ایران دنبال کرده بسیار سنگینه و خب اینو ما به خصوص در چند سال اخیر دیدیم. یعنی به اصطلاح مراتب مختلفی هست که تظاهرات، اعتراضات خیلی اساسی بوده و به خصوص تظاهراتی که منجر به فاجعه دی ماه شد، اینا همه پایه اقتصادی داشته. جای شک و شبهه نیست که وقتی شما به ارقام اقتصاد ایران نگاه میکنین به صورتی واقعا دهشت انگیزن. یعنی وقتی نگاه میکنین که مثلا یک کشوری که درش تورم غذا قبل از شروع جنگ، حتی قبل از آغاز این جنگ اخیر، ظرف یک سال تورم غذا بیش از 72% بوده. یا الان نگاه میکنین میگین که برآورد بانک جهانی است که اقتصاد ایران ممکنه تا 6 تا 8% در سال جاری کوچیک بشه، که این تاثیرش این خواهد بود که شاید تا بیش از 5 میلیون نفر ممکنه کار از دست بدن. و آخرش هم میشه گفت که بالاخره هر جوری شما اینو مدیریت کردی، هر چقدر مسئله ایران رو به گردن مدیریت سو یا سر فساد اینا بندازی، آخرش مسئله اصلی اقتصاد ایران به یه صورتی این منزوی بودنشه و فشار اقتصادی است که زیرشه. و خب فشار اقتصادی ایران نتیجه اون سیاست خارجی است که دنبال کرده. درسته؟ بنابراین ظرف 46 سال آخرش اینجایی که الان ایران هست، من منظورم هم همینه، آخرش زاده و پرورده این کلان راهبردی است که دنبال کرده که امریکا ستیزی به اصطلاح نقطه ثقلش و نتیجهش اول تحریم بوده، فشار اقتصادی بوده، حالا جنگ بوده. جنگ هم مسئله اقتصادی رو خیلی بدتر کرده و بدتر هم خواهد کرد به پیش که بریم. حالا توان مردم ایران چیست؟ من فکر نمی‌کنم مردم ایران توان الی غیر نهایه دارن، چنانچه که به اصطلاح تظاهرات آذر و دی ماه نشون داد که فشار فوق العاده زیاده. هر خبری که آدم از ایران میشنوه صحبت از این است که چقدر فشار اقتصادی روی مردم زیاده. ولی این فشار اقتصادی کی تبدیل به فشار اساسی سیاسی میشه؟
و یا آی و کیه که این فشار باعث این میشه که طبقه حاکمه تصمیم اساسی بگیره که به اصطلاح تغییر جهت بده به اون صورتی که در دوران گورباچف شد یا در دوران پایان دوران مائو شد. اون قابل پیش بینی نیست. یعنی من فکر میکنم به صورتی این جنگ چجوری تموم بشه و اون وقت چه واقعیتی رو ایران باهاش اون موقع مواجه باشه میتونه یه نقطه عطفی باشه، ولی ما الان در اون مقطع نیستیم. ما تنها چیزی رو که میتونیم بگیم با نگاه به عقبه، و با نگاه به عقبی نیست که شما یه به اصطلاح سیر راهبردی داشتی که در جنبش باعث تضعیف اساسی اقتصاد ایران شد. البته ظرف چند سال گذشته اقتصاد ایران خیلی خودکفا شده، از خیلی نظرات خیلی چیزها رو خودشون تولید میکنن، تمام اینا هست، ولی جای شک و شبهه نیست که فشار اقتصادی روی مردم هم بیشتر و بیشتر و بیشتر شده و به صورت قابل ادامه نیست. یعنی قابل ادامه به شکل فعلی نیست. حالا این چجوری ایرانی مثلا با این وضعیت اقتصادی بعد از جنگ میخواد مواجه بشه، این خب یه سوال بزرگ اساسی مقابل ایرانه و من فکر می‌کنم مسئله اقتصادیش رو ایران نمیتونه حل بکنه بدون یک تحول اساسی در ساختار حکومتی، و اون تحول در ساختار حکومتی لازمش این است که این کلان راهبردی رو که دنبال کرده رو تجدید نظر بکنه. آقای دکتر، آقای یا خانم سلوی آصفی سوال دارن، میتونم بپرسم؟ بفرمایید. سلام آقای دکتر. من راستش بخواید کتاب شما رو خوندم، خیلی تعداد زیادی از مصاحبه شما رو هم گوش کردم، تقریبا شاید بیشتر از 20 ساعت 20 ساعت 30 ساعت شما مصاحبه باتون شده. لطف داره. یوتیوب. یه سوال خیلی بزرگی دارم و اون سوال به دنبال اون جواب اون سوال واقعا من این همه تمام به قول معروف کتابای شما رو خوندم. اطلاعات سیاسی من درست نیست، برای اگه لطفاً اجازه بدید من بتونم سوالم بپرسم. شاید بفرمایید. سوال من اینه که ببینید، من بعد از اینکه کتاب شما رو خوندم یه مقدار زیادی از اون اولا که داستان حکومت ایران برام روشن شد. من قبلا فکر می‌کردم که مثلا حکومت ایران یه واقعا به شکل دیوانه‌واری داره مثلا در دنیا به قول معروف چیز ایجاد میکنه، مشکلات ایجاد میکنه و اینا، ولی بعد فهمیدم که کتاب شما رو که خوندم یه نظمی گرفت تمام رفتار این حکومت و این متوجه شدم که مثلا فرض نیروهای نیابتی و اینا همه یه جور سیستم دفاعی بوده که ساخته و خیلی از داستانهایی که حتی در مورد حکومت ایران گفته میشد، اگه بخوام صادقانه راجع بهش صحبت کنم، حالا به خصوص در این چند سال گذشته بعد از اینکه اسرائیل و به قول معروف کاری که تو غزه کرد و ما دیدیم و واقعا اهداف اسرائیل شروع کرد به واضح تر شدن و اهداف آمریکا، واقعا شروع کردم به فهمیدن این که خیلی از اون چیزایی که در مورد ایران گفته میشد شاید پروپاگاندا بود. یعنی مثلا داستانهای ایران کار تروریستی کرده میکنه و ایران دشمن همه غربه. درسته که ایران این چهره رو از خودش نشون داده بود و یه چهره خیلی خصمانه از خودش نشون داده حکومت ایران، ولی واقعیتش وقتی پشتش رو نگاه میکنیم میبینی خیلی از اون کارا رو نکرده و یه بخش اعظمی اینه که انگار که این پروپاگاندای غرب بوده که ساخته و هدفش هم خب الان این قبل از اینکه این انقلاب بشه، خب داستان استعمار ایران همیشه بود و شما خودتون هم این داستان رو تعریف کردید که این داستان به قول معروف وجود داشته و زمان شاه، خب شاه به قول معروف این امتحان شد که آیا مثلا فرض کنید که کنار بیایم با غرب، ولی اون ساورنتی ایران رفت زیر سوال و مردم ایران آدمایی نیستن که بخوان خودشون رو به قول معروف مثل کشور عربی همسایه مثلا فرض کنید که بفروشن تا یه حد. مثلا الان کشور عربی منطقه رابطهشون با آمریکا که ساورنتی ندارن، یعنی در واقع اینه که بخش اعظمی زیر سلطن. خب ایران نمیخواست زیر سلطه باشه، بعد انقلاب شد. برای اینکه یه بخش اعظم دلیل انقلاب این بودش که ما زیر سلطه غرب نباشیم، مثلا به قول معروف شاه پاپت غرب بود. بعد شد انقلاب، خب از همون اول هم انگار که مثلا خمینی یا اینکه حاکمان اون زمان تصمیم گرفتن که به قول معروف گربه رو دم حجله بکشن
و جریان گروگانگیری رو به قول معروف برپا کردن، ادامهش دادن، یه شکل خصمانه خب ایجاد شد بعد و اینو ادامه دادن به خاطر اینکه معتقد بودن که همیشه غرب دست از سر ایران بر نمیداره و هدفش استعماره، هدفش اینه که ایران رو به سلطه خودش در بیاره و بنابراین هیچ جوری نمیشه، تنها راه اینه که شما خودتون جدا کنید، چیز کنید. من وقتی از صحبت شما، از کتاب شما این و الان هم که خب میبینیم که واقعا کوتاه نمیاد، یعنی در طول این زمان هم حالا حکومت ایران تلاش کرده که صحبت بکنه ولی هیچ کدوم از این صحبت ها همش یعنی به شکل نامساوی سر میز نشسته آمریکا با ایران. همیشه گفته، همیشه خواسته تسلیم شه ایران، همیشه خواسته ایران. الان برای اولین بار توی این مذاکره، حالا قبل از اینکه جنگ سوم اتفاق بیفته، یه مقداری مجبور شد مساوی بشینه برای اینکه خب ایران یه قدرتی از خودش نشون داد، ولی به هر حال باز هم مساوی نیست، یعنی باز هم میخواد که ایران تسلیم بشه. به نظر میرسه که هدف آمریکا همیشه همین بوده. به نظر میرسه که اسرائیل واقعا پراکسی آمریکا در منطقه است و هدف کنترل کامل منطقه است. سوال من اینه که آیا این واقعا ذهنیت این حکومت بوده، این آمریکا ستیزی، یا اینکه نه یه حقیقت اگر میشه کوتاه‌تر باشه؟ ببخشید، یا واقعا یه حقیقتی پشت بوده؟ آیا ببینین اینجوری ببینین اینجوری بگم، حکومت شاه خب یه به اصطلاح بینش داشت راجع به استقلال و رشد اقتصادی ایران. یعنی جوری که شاه اتفاقا ایران میدید، آینده ایران میدید، شاید خیلی برای یه عده ایرانی الان خیلی جذابه و همون حرفی که خیلی عربا میزنن. من یادم وقتی شاه میگفت ایران تا سال 2000 یکی از 5 صنعتی ترین کشورهای دنیا بود، اون موقع ایرانی‌ها بهش میخندیدن، اصلا تو رو چه به این ادعاها، اصلا ما رو چه به این ادعاها، اون که جای خود داره، اصلا ما کی هستیم که اینجوری فکر بکنیم که ما میتونیم به اونجا برسیم. اشکال مسئله شاه این نبود که به اصطلاح یه کلان راهبرد نداشت، بلکه اشکالش این بود که نمیتونست نظریه‌شو با مردم ایران به صورت واضح مطرح کنه و مردم رو بیاره پشت خودش به اصطلاح. و این اتفاقا فکر کنم یک کریزیه، یک کرایسیسیه که جمهوری اسلامی هم یواش یواش باش مواجهه. یعنی هر حکومتی هر جای دنیا میتونه یک کلان راهبرد داشته باشه، حتی موجه هم باشه. یعنی واقعا امریکا دنبال ماست، میخواد ما رو از بین ببره، تاریخمون اینو میگه، روشنفکرامون اینو میگه، ولی هر کلان راهبردی در یه جایی یه هزینه‌ای داره. برای شاه هزینه‌اش اجتماعی بود، برای جمهوری اسلامی هزینه‌اش بیشتر سیاسیه. اتفاقا شاید یه تراژدی تاریخ ایرانی نیست که هیچ کدوم از این نظامان نتونستن بالمعال به اصطلاح یک کلان راهبردی رو دنبال بکنن که مملکت پشت خودشون نگه دارن و این بتونه ایران رو به اون مقطعی برسونه که آرزو و آرمان ایرانی هست. میدونی، یعنی ما الان بیش از یک قرنه که در نبرد برای استقلالیم. از رضا شاه شروع شده، هر کدوم به صور مختلف. ببینین مسئله‌ای که ایران باهاش مواجهه این است که به خصوص من فکر کنم در دوران آقای خامنه‌ای یه راهی رو پیش رفت که اولا غیر قابل ادامه است. یعنی نه جنگ نه صلح قابل ادامه نیست، نه از نظر اقتصادی قابل ادامه است، بعدم دیدیم که بالاخره به جنگ رسید و خب اصولا اون درجه از امریکا ستیزی و جدایی از امریکا رو که ایران به دنبالش بوده ظرف 46 سال گذشته، ظرف 47 سال گذشته و به خصوص در دوران آقای خامنه‌ای، به نظر من غیر قابل ادامه است، برای که یا نتیجهش جنگ یا سقوط اقتصادیه. بنابراین مسئله نیست که امریکا عوض شده، مسئله این است که ایران به اصطلاح کلان راهبردش راجب حفظ استقلالش چطور میدونه. یعنی مدل‌های دیگه بین‌المللی هست، مثلا مدل چین هست. چین در یه مقطعی به این نتیجه رسید که آره امریکا با ما دشمنه، الان هم میبینیم، ولی به اصطلاح جوری که میتونیم با امریکا مواجه بشیم این است که سرمون رو بگیریم پایین تا وقتی که رشد اقتصادی به جای برسه که بعد بتونیم سرمون رو بلند کنیم
بگیم شما یکی ما یکی از منطقه برو بیرون. چین هنوز با مسئله تایوان، با مسئله نقش امریکا در آسیا مسئله داره و خب البته ظرف 46 سال گذشته میشه به خیلی به اصطلاح اتفاقای به خصوص دست گذاشت که اینجا تقصیر امریکا بوده، اینجا تقصیر ایران بوده، اینجا واقعا تروریسم بوده، اینجا واقعا نبوده. اینا همش درسته و قابل قضاوته، ولی مسئله که الان ایران باهاش بیشترین به اصطلاح مسئله خیلی اساسی تره، یعنی مسئله این نیست که این کلان راهبردی که ایران باهاش ظرف 47 سال دنبال کرده الان به یه نقطه عطفی رسیده و من میگم این جنگ مثل جنگ ایران عراق آنچنان جنگ بزرگی است که وقتی که تموم شد، یعنی حتی به عنوان مردم میگم نه فقط حکومت، اصولا ایران باید فکر کنه که 47 سال آینده میتونه مثل 47 سال گذشته باشه یا برای اینکه ببینید تحریما بود ببخشید نداد. ببخشید نه درست میفرمایید. ببین این مسئله تحریم، مسئله جنگ، اینا دیگه با یه ذره حرف زدن درست نمیشه. ببین یه مسئله اساسی که هست حکومت ایرانه یا ببخشید خانم ببینین درست میفرمایید، یعنی ببینین امریکا علاقه به اولا یه مسئله اساسی که من فکر می‌کنم ایران باهاش مواجهه اینه که ایران اسرائیل به عنوان یه مسئله نیابتی میبینه بر امریکا، ولی این درست نیست. امریکا به یه صورتی نائب اسرائیله. یعنی اسرائیل، ببینید ایران نمیتونه روابطش با امریکا درست کنه وقتی داره به طرف تخاصم بیشتر با اسرائیل میره. این خودش یه مسئله اساسیه که در این مسئله سال 1357 نبود، ولی مسئله اسرائیل امروزه، چون اسرائیل هم ظرف این 40 سال خیلی عوض شده از نظر بینش داخلیش، از نظر جهانبینیش، از نظر جوری که خودش رو میبینه. ولی ببینید بدون شک امریکا علاقه به اصطلاح تنها چیزی که امریکا بهش علاقه داره یه تحول اساسی در روابطش با ایرانه، نه یه تحول کوچیک. یعنی اون چه که مثلا همینه. درست میگی. نه درست میگی. برای همینم این مسئله برای ایران مسئله یه تحول خیلی اساسی تر سیاسیه. این مسئله بغرنجه. من نمیخوام بگم خانم آصفی که جواب وارد بحث نشن دوستان، وارد بحث نشن. حسین جان اگه میشه نه ولی بعد از اینکه سوال میپرسن دوستان بله. چون نه البته این نکته فقط تماشا کنم، این نکته خیلی اساسیه. یعنی این صحبتایی که خانم آصفی مطرح کردن ببین میره به بطن مسئله فکر میکنم در آینده برای ایران نخواهد بود که یه دونه مذاکره به خصوص چی جواب میده. مسئله این نیست که اصولا این کلان راهبردی که برای همین من لغت کلان رو استفاده میکنم، چون راهبردهای کوچیک کوچیک اینا هست. ما شما برین ژنو میگیم ما استراتژی مذاکراتی داریم، یه استراتژی جنگی داریم، ولی این به اصطلاح جهانبینیه که بر سیاست خارجی ایران مستولی بوده. یعنی ما با امریکا کنار نمیایم، استقلال رو باید حفظ کنیم. معنی استقلال از امریکا یعنی اینا نه سفارت داشته باشن، نه دم مرز ما باشن، اصلا تو خاورمیانه هم نباشن و ما میخوایم کاملا هیچی با اینا نداشته باشیم. این خب این با یه دونه مذاکره ژنو یا یه مذاکره هسته‌ای این عوض نخواهد شد. اون فقط یه آتش بسه و من فکر کنم بعد از این جنگ زمان یه نقطه عطفیه برای به اصطلاح یه کلان راهبرد کاملا جدید. شاید ما گفتیم کلان راهبرد بوده زمان رضا شاه، محمد رضا شاه، جمهوری اسلامی. بالمعال هیچ کدوم اینا موفق نشدن، یعنی موفقیت در یه مقطع زمانی داشتن ولی هیچ کدومشون واقعا قابل ادامه نبودن به دلایل مختلف و هنوز ایران به دنبال یک کلان راهبردیه که بتونه قابل ادامه باشه. بله. آقای دکتر شما این مثال چین رو که زدید و کل این دیسکورسی که الان گذشت چون چیز مهمی بود راجع به چین، چیزی که میگن اینه که خب چین بعد از اینکه بمب اتمیشو ساخت و پرونده امنیت ملیشو بست آمریکا اجازه داد، یعنی اصلا مجبور بود، نمیتونست دیگه نذاره که چین تبدیل به پلیر بشه. حالا دیالوگی که در واقع دیسکورسی که جمهوری اسلامی داره اینه که من هنوز پرونده امنیت ملی بسته نشده، من هنوز امنیت ندارم، من هنوز احساس امنیت نمی کنم، لذا تا وقتی که احساس امنیت نکنم اساساً
ورود به یعنی نرمال سازی و عادی سازی رابطه با آمریکا یا با دنیا منتفیه. به چه معنا؟ یعنی جور دیگه اگه بخوام صورت کنم اینه که اصلا تو این سالها به یک معنا اون کسی که نخواسته نرمال بشه من نیستم، آمریکاست. یعنی من رفتم ترجمه برجام رو دارم، من کلی تجربه، همون چیزی که شما از رفسنجانی میگید بلافاصله میری یه معامله‌ای میکنه اوایل رهبری‌های خامنه‌ای و خیلی تلاش کردم که دست کم یه تلاشایی کردم برای نرمال شدن. نه درسته، این سوال خیلی مهمیه. اولا به یه صورتی میشه گفت که ایران به اصطلاح یه مسئله امنیت ملی داره که خودش باعثشه. یعنی امنیت ملی نداره به خاطر اینی که به دنبال یه سیاست خارجی که هی براش امنیت ملی ایجاد میکنه. یعنی اگه شما مداماً با امریکا و اسرائیل و بعد با تمام اعراب مسئله، یعنی در حال تنش هستین، خب مسئله امنیت ملی داریم، درسته؟ و این مسئله، حل کردن این مسئله امنیت ملی یعنی موشک و نیروهای نیابتی و شاید نیروی هسته‌ای، خود این باعث میشه که این باز بدتر بشه، درسته؟ بنابراین ایران گیر کرده توی یه چرخه‌ای. دوما این ببینید زمانی که آقای مائو مرد در چین، برای 7 سال چین تکلیفش معلوم نبود. یه ور شما یه معادل پایداری داشتین به اسم گنگ آف فور، یعنی گروه 4 نفره که زن مائو هم جزو شد، که اینا میگفتن انقلاب تا ابد، با امریکا هم کنار نمیاین. یه ورم آقای دانگ شیاپینگ رو داشتین که اون میخواست جهت چین رو عوض بکنه. بالاخره یه طرف برد. در ایران یه طرفی که برد طرف آقای رفسنجانی، خامنه‌ای، خاتمی یا به اصطلاح روحانی نبود یا پزشکیان نبود. اون طرفی بود که معتقد به این بود که مسئله امنیت ملی و مقابله با امریکا اولویت داره، درسته؟ و به یه صورتی آقای رفسنجانی یا آقای روحانی یا آقای خاتمی موضعشون خیلی به شاه نزدیکتر بود. یعنی توسعه اقتصادی مهمتره، ایران باید یه مملکت به اصطلاح ثروتمند باز به دنیا باشه و خب استقلالش هم به اون صورت حفظ بکنه. اینی که این مسئله چین در ایران به اون صورت، دلیلی که ایران نمیتونست مسئله چین رو دنبال بکنه برای اینکه آقای دانگ شیاپینگ هم مثل شاه، مثل آقای رفسنجانی اینا توسعه اقتصادی چین رو مهمترین عامل امنیت ملی چین دونست. یعنی شما هرچی امریکا میخواد بهش بده، فقط سرت بگی پایین، بذار اونا تو شما سرمایه گذاری بکنن. وقتی به نفست ریت پر شد، نفس داشتی، اون وقت مقابلشون وای نیستی. و شاه هم همونجور میدید. فکر کنم شاید آقای روحانی، آقای رفسنجانی هم قاعدتاً همینجوری میدیدن. آقای روحانی وقتی میخواست رئیس جمهور بشه قبلش کتابی چاپ کرد به عنوان توسعه اقتصادی و امنیت ملی. یعنی توسعه اقتصادی مهم برای امنیت ملی. شما نمیتونی امنیت ملی داشته باشی بدون توسعه اقتصادی. ولی اون گروه دیگه یه بنابراین تصوری داشتن که میشه توسعه اقتصادی داشت در تحت تحریم بودن و با امریکا ستیزی. این حالا به اصطلاح به یه بنبست رسیده. به اصطلاح این به یه بنبست رسیده. یعنی ایران با شرایطی که الان هست نمیتونه 300 بیلیون دلار خسارت جنگ رو جبران بکنه، نمیتونه اقتصادش رو رشد بده. یعنی این دیگه اصلا خارج از به اصطلاح تئوری اقتصاد و تئوری فیزیکه. بنابراین به اینجا رسیده. و راجع به چین 2-3 نکته دیگه هم جالب توجهه. یکی این است که ببین، به نظر من ایران هر دیکتاتوری نیست. ایران یه حکومتی است که زاده از انقلابه. انقلاب 1157 ایران یکی از 3 بزرگترین انقلابای قرن 20 بود و شاید یکی از 4 انقلاب بزرگ تاریخ. من میدونم ما لغت انقلاب و چپ و راست استفاده میکنیم به عنوان صفت، ولی هر واقعه انقلاب نیست به معنی سوسیولوژیکیش، به معنی علمیش. و انقلاب ایران یه انقلاب بزرگ تاریخی بود، معادل انقلاب چین یا انقلاب روسیه. هیچ کدوم از این انقلابا، حتی انقلاب فرانسه هم بگیرین، با انقلاب دیگری سرنگون نشده، بلکه از داخل متحول شدن. هیچ کدوم از این انقلابا به اصطلاح یعنی از نظر تاریخی
ممکنه انقلاب ایران دوباره یه تافته جدا بافته باشه، به کلی چیز دیگری بشه. ولی اگه بگیم یا به راه چین یا به راه روسیه ادامه پیدا میکنه یا حتی به راه انقلاب فرانسه، این است که در یه مقطعی تحت فشار اقتصادی اجتماعی مجبور از داخل عوض بشه و همون افرادی هن که از داخل همون حکومت انقلابی هن که راه جدید رو اتخاذ. بین آقای شی جین پینگ آقازاده است به گفته ایرانیان. پدرش یکی از اولین انقلابیون چین بود. آقای گورباچف، آقای پوتین، آقای یلسین، اینا همه از داخل حزب کمونیست شوروی در اومدن. هنوز در چین اسمش هست حزب کمونیست، پرچمش همون پرچم همون دوران. دوباره راجع به مسئله امنیت ملی گفتین. چیزی که جالب توجهه برای این است که شوروی تحت فشار خب نظامی امریکا بالاخره راه عوض کرد، ولی چین دلیلی که شروع کرد با خودشو با امریکا نزدیک کردن و تصمیم گرفت که شاید یه راه دیگری رو بره، به خاطر یه تهدید امنیت ملی اساسی بود که از شوروی حس می‌کرد. همینطور ویتنام وقتی یه دفعه تصمیم گرفت که این جنگ خونین 2 دهه‌ای رو که با امریکا داشت بذاره کنار، با امریکا دوست بشه، وقتی است که چین بهش حمله نظامی کرد سال 1979. تصمیم گرفت که باید تغییر روند بده. ایران همچین به اصطلاح خطر امنیت ملی رو که ایران حس میکنه از خود امریکا میاد، از جای دیگری نمیاد که مجبور کنه ایران رو که تجدید نظر راجع به امریکا بکنه. یعنی شوروی از سال 1989 از مرزهای ایران دور شد. مرزهای شمالی ایران خطری نیستن مگه امریکا بخواد اونجا پایگاه بذاره. مرزهای شرقی ایران بهش خطری نیستن. تنها خطر امنیت ملی که به ایران میاد از مرزهای غربیشه و اونم به خاطر امریکاست. بنابراین اون فرمول برای ایران خیلی فرق میکنه. چین برای اینکه مسئله امنیت ملیشو حل کنه باید با امریکا نزدیک میشد. ویتنام برای اینکه مسئله امنیت ملیشو حل کنه باید با امریکا نزدیک میشد. ولی برای ایران خود امریکاست که مسئله امنیت ملیه. و برای همین اگه بخواد مسئله امنیت ملیشو حل بکنه باید مسئلهشو با امریکا حل بکنه. مسئلهشو با امریکا حل کنه یکی دوتا مذاکره کوچیک هسته اینا نیست. اصلا مسئله اصلی که برجام داشت این است که برجام یه قرارداد صلح نبود، یه قرارداد عادی سازی روابط نبود، یه قرارداد خیلی محدود آرمز کنترل بود به اصطلاح امریکایی‌ها. یعنی قرارداد به اصطلاح محدود کردن تسلیحاتی بود. همون زمانی که برجام امضا شد ایران فشارش رو در داخل سوریه و به اصطلاح عراق و یمن و اینا داشت افزایش میداد. مسئلهش با اسرائیل داشت حادتر میشد. یعنی مسئله برجام تغییر جهت سیاست خارجی ایران نبود، فقط یه به اصطلاح آتش بس روی مسئله به خصوص بود. عوض کردن روابط با امریکا باید از این مسائل فراتر بره. ممکنه با یه همچین قراردادهای کوچیکی شروع بشه و این قراردادهای کوچیک باید موفق بشن، باید باعث ایجاد اطمینان بشن، ولی بالمعال مسئله امنیت ملی رو که ایران حس میکنه فقط با حل رابطش با امریکا حل میشه. و نکته قابل توجه این است که با تمام حرفایی که داخل ایران زده میشه راجع به حمایت روسیه، حمایت چین از ایران، در این مواجهه با امریکا ایران تنهاست، به معنی واقعی تنهاست. یعنی اون نوع حمایتی رو که فرض کنین ویتنام یا چین گرفتن با عوض کردن روابطشون با امریکا که بتونن جلوی شوروی یا در مورد ویتنام مقابل چین بایستن، ایران نمیتونه الان با همکاری یا همگامی با چین یا روسیه مقابل امریکا بایسته. و اینی که هر مملکتی سیاست خارجی یا کلان راهبردش رو در مواجهه با یه سری موانع و یه سری مشکلات عوض میکنه و مشکل اساسی که ایران باش مواجهه
این است که به اصطلاح فرایض کلان راهبردش هم اگه 100% درست باشه، یعنی ایران اصولا معاند، امریکا معاند ایرانه، امریکا نظر سو به ایران داره، همه اینا رو هم اگه قبول بکنیم، این کلان راهبردی که ایران ظرف 40 چند سال دنبال کرده الان به یه نقطه عطفی رسیدگی که قابل ادامه نیست. یعنی اون نظریه که نه جنگ نه صلح که قابل ادامه نیست. جنگ هم بالمعال ایران ممکنه خودش الان اداره بکنه، ولی تا چند سال میتونه مقابل امریکا بجنگه؟ تأثیر اقتصادی اجتماعیش چیه؟ اینه که درسته یه تاریخچه پشت این کلان راهبرد هست، ولی خب اون تاریخچه برای که بدونیم ایران از اینجا به کجا میرد هم باید اون تاریخچه رو در نظر بگیریم، اون فرایض اساسی رو در نظر بگیریم. آیه دکتر با اجازه حالا ما این سوال شخصی خودمه، اگه بشه آخرین سوال دیگه بپرسیم، بیشتر مزاحم وقتتون نشیم. من فکر میکنم که این اتفاقی که افتاد و این جنگی که حالا ما نمیدونیم که اولش هستیم، وسطش هستیم، کجاش هستیم، یه جورایی میتونه اون نقطه عطف باشه و شما خب من فکر میکنم که خیلی نزدیک هم دارید تمام روایت ها رو دنبال میکنید، هم داخل ایران رو میبینید، هم از بیرون ایران دارید دنبال میکنید. فکر میکنید که الان کجا ایستادیم و اگر بخواید پیشنهادی بدید حالا به هر دو طرف ایرانی و آمریکایی، چون فکر میکنم که هم مشاور طرف آمریکایی بودید یک زمانهایی و هم خب سرزمین ما ایران هست با وجود اینکه ازش خیلی فاصله داریم، این پیشنهادتون چی هست؟ ببینین یعنی مسئله اصلی نیست که ما چون الان وسط یه جنگ هستیم، تنها چیزی که از نظر دو طرف مهمه این است که این جنگ چجوری تموم میشه و کی با چه دستی پر یا خالی از این جنگ بیرون میاد. من فکر کنم جمهوری اسلامی بر این نظره که تسلیم نمیخواد بشه و اگرم از این جنگ شکست خورده بیرون بیاد دیگه هیچی نداره باش بازی بکنه، نه به اصطلاح آتو یا لورجی داره که باش مذاکره اقتصادی بکنه یا اینی که بتونه دفاع بکنه از خودش در جنگ‌های بعدی. اینی که فکر میکنه باید با یه دست پری بیرون بیاد که بتونه اون رو سر میز مذاکره تبدیل به یه صلح دراز مدت تر بکنه. امریکا به یه صورتی فکر میکنه که اگر به یه همچین شرایطی برسه بالمعال دیگه خیلی وجهه بین المللیش از بین میره. اون وقت حتی مذاکره با ایران و رسیدن به یه نقطه پایانی سر مسائل هسته‌ای و غیره خیلی براش مشکل خواهد شد. بنابراین الان فکر می‌کنم دو طرف در یه معادله هستن که هیچ کدوم نمیتونن قبول کنن که شکست بخورن یا تسلیم بشن، ولی خب در این حال هم ادامه جنگ هم برای هر دوشون به صورت دراز مدت عملی نیست. یعنی امریکا آمادگی دفاع از خودش سر بسته شدن تنگه هرمز یا سر بسته شدن باب المندب رو نداشته و اگه چند ماه اقتصاد بین‌المللی نتونه به اندازه کافی نفت و گاز و دیگر کالاهای تجارتی رو بتونه به مقصدشون برسونه، تأثیر خیلی اساسی رو اقتصاد بین‌المللی خواهد داشت، نه فقط رو سیاست داخلی امریکا بلکه خیلی بیشتر. بنابراین یه نوع انگیزه هم دارن که ببینن این جنگ چجوری این جنگ رو به پایان برسونن و ایران هم هر چقدر خودشو صفر بکنه بیشتر از چندین ماه نمیتونه زیر بار فشار اقتصادی که به اصطلاح بلوکه کردن بنادر شینا در بر داره رو ادامه بده. اینی که من فکر کنم به این جنگ ما برخواهیم گشت به میز مذاکره و یه به اصطلاح تفاهم نامه ثانوی. حالا اگه اون میتونه پایه برای یه صلح وسیع‌تر باشه اون وقت باید دید. اینه که کوتاه مدت من فکر میکنم این جنگ و پایان این جنگ تعیین کننده به اصطلاح راه به پیش خواهد بود. اگر واقعا یه نقطه عطفیه
یعنی یه رهبری جدید در ایرانه، یه واقعیت خیلی واضحی بعد از این جنگ در ایران حاکم خواهد بود. توصیه یه خیلی به اصطلاح از راه دور و با نهایت به اصطلاح فروتنی میگم این نیست که وقتشه که ایران یه نگاه اساسی به تغییر جهت دادن داشته باشه. یعنی ایران در اون مقطع گورباچف یا در اون مقطع دانگ شیاپینگ و میتونه در پس از این جنگ یه راه جدیدی رو اتخاذ بکنه. بنابراین توصیهش این نیست که این رو به طور خیلی اساسی تر بهش نگاه بکنن و این ایده این که ایران میتونه ادامه بده، اقتصادش رو به این صورت ادامه بده، وضعیت سیاسیش رو ادامه بده، دفاع از امنیت ملیش رو به این صورت ادامه بده، حالا 1 سال 2 سال ممکنه ولی به طور دراز مدت به عقد من باید مورد پرسش اساسی بره. از اون ور صحبت به امریکا این نیست که اگر روزنه‌ای در ایران باز شه که واقعا فکر بشه که ایران شاید شایقه که یه همچین به اصطلاح تغییر جهتی رو حداقل بررسی بکنه، مورد سوال ببره، در نظر بگیره، یه سیاستایی رو اتخاذ بکنن که اون رو به اصطلاح کمک کنن یا بهش مومنتوم بدن تا اینی که معاندش بشن. یعنی در گذشته این درسته تو سوالای قبلی بود که وقتی آقای رفسنجانی قرارداد با کانکو بست، آقای کلینتون تصمیم گرفت که پاسخ به سپاه و رهبری بده تا پاسخ به آقای رفسنجانی بده، اصلا قرارداد رو کنسل کرد. وقتی زمان بعد از وقایع سپتامبر حتی سپاه پاسداران، یعنی موقع آقای سردار سلیمانی رفتن حتی پیش رهبری و این تصمیم رو از رهبری گرفتن که اجازه بده امریکا از حتی فضای هوایی ایران استفاده کنه برای کمک به نیروهای ضد طالبان و ایران کمک کرد به سقوط طالبان و کمک کرد به امریکا در افغانستان. آقای بوش تصمیم گرفت که این قدم مثبت رو پاسخ نده، بلکه به اتهامی که اسرائیل زد که ایران داره سلاح میفرسته به غزه به اون پاسخ بده و در سخنرانیش در مجلس امریکا ایران رو بذاره توی محور شرارت. و خب این به اصطلاح توصیه من به امریکا خواهد بود که این روند قبلی رو ادامه نده. اگه قدم مثبتی در ایران میبینه بهش پاسخ مثبت بده و در ایران هم اگر توصیه همون خواهد بود، برای اینکه روابط ایران و امریکا عوض نخواهد شد مگر قدم به قدم. بعد از یه همچین جنگ بزرگی من بعید میدونم یا سخت میبینم که یک صلح بزرگ باشه، ولی قدم به قدم میتونه روابط بهتر بشه و اون بهتر شدن روابط بالمعال لازمش این نیست که ایران یه تجدید نظر اساسی توی موضعش راجع به امریکا بکنه و به استقلال رو به یه صورت دیگری بهش نگاه بکنه تا به اون صورتی که ظرف 5 دهه گذشته بهش نگاه کرده. خیلی ممنون آقای دکتر. سوالات خیلی زیادن، هم کتبی هم شفاهی. راستش امیدوارم که حالا بتونم این سوالات رو به دستتون برسونم و یا اینکه بعداً یه جلسه دیگه ای رو داشته باشیم که بتونیم بپرسیم. خیلی معذرت میخوام از دوستانی که نتونستم سوالاتشون رو بپرسم و خیلی ممنونم از شما که خیلی بیشتر از اون وقتی هم که از اول گفته بودیم به ما اختصاص دادید. خیلی باعث خوشحالی ما بود و امیدوارم که بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون از اینی که از من دعوت کردین بیام به این جلسه. خیلی متشکرم از سوالات و نظریاتی که حضار دادن. برای من هم صاحب هم ازشون یاد گرفتم و خیلی خوشحال میشم حتما در فرصت‌های آینده با هم باشیم و پوزش میخوام از اونای از دوستانی که سوال داشتن و فرصت نشد با هم صحبت بکنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار. با سپاس. خدا نگهدار.